تو تمرین باید با انگیزه باشید، با اعتماد به نفس باشید. خیلی از بازیکن‌ها تمرین رو آسون میگیرن، نسبت به تمرین با یه حس بیخیالی تمرین میکنن. این تمرین هست که عیار شما رو تو زمین مسابقه مشخص میکنه. اگه شما خوب تمرین نکنید، خب طبیعتاً تو مسابقه هم نمیتونید خوب بازی کنید. برتری شما در روز مسابقه از دل جلسات تمرینتون هست که به دست میاد. اگه تو مسابقه 120% خودتون رو میذارید، تو تمرین هم باید 120% خودتون رو میذارید. خوب تمرین کنید تا خوب مسابقه بکنید.